اینجا کی؟ سلام بیای نه من خودم سرده؟ قدر یک روی نامت نگفتی؟ به عقل نامی نه عمر اینجا بیا به این بچه درست اهمیت ده برای آینده خوب دارد اما دانسته باش با او هر قدر درست اهمیت دادی برای همون قدر نقص کار میکنی اهمیت درست میکنی سلام موچه جان بیا بچه اومدی جانیا جان روزی در روز میدوی که ما رو نگاه بین کنی خیریت که تو هستی به تو ما چی کار میکنی این وظیفه ماه موچه جان کریم و بوریس چی تیار کردی؟ One man came to his wife and said, "What are you doing? I bring for you something." بچه استاتر هیچی نفهمیدم One man came to his wife and said, "Acá have some service." کاری خودت کن خون علی عروسای دیروزا اومدن رفتیم از اینجا بیاخو چی؟ باز یک باری دیگر تکرار کن خوخید خودت گفتی نامتا گوش کن یک باری دیگر اگر من همی گپ توی افهمم کو وقتی قهر میکنی کو باز هم شروعتر میشوی رفتیم سر به سر نشو اوپا ایرا بخواب مویچه تیلوی ربی داله
ها جونی ما تو رو یک لحظه هم تنها مونده نمیشود ها؟ بیا بریم اینجا دوشتایی. میتونی مینه‌داری نکنی. ای تو ما رو تنها در اینجا موندنی؟ چیکار کنم؟ نه در کار نیست. پوشاندنی نبودم و مجبورم. من رسیدم. انا خونه من. من میدونم. از کجا؟ من قریب که همسایه‌ات میشم. ها بخشش قریب که فراموش کنم. علی پری Andino, davvero? Strano. شرمندم کردی. تز رویتان کم که باز عواشی کردین. دوستان زود روز دور. بچه ها شوخی کردن. من خودم اینو نفهمم. پگه چه بچهش مینا نگاه میکنم. با چت میفهمونی. از پگاه پراوت بیکار میشود. ما هرچی را برای تو اجازه دادیم دیگر بس. خیر. کار همسیفت پگاه میبینیم. صبح خیر دادا جان. صبح خیر. ما هیکل می. صبح خیر. بخیر. خب امروز ما چی برنامه داری؟ اوچا جان ما با اینجا استراحت اومدیم کو. ما زنک استراحت کند. یک ماه پس باز به درسش مشغول می شود. ماجسی خور. سلام مهرو. جان دلم اصل همه ساز؟ یگان نوشاکی تشکیل کنم؟ نه نمی نوشم. با جای وعده کردگیت میریم؟ یک لحظه حاضر امیر جان چیزهای مرا جمع کن. باز همون خالیگان. کی؟ علی. چه؟ تو راست که میشناسی؟ دیروز مرا تا خونه گسیل کرد. اونقدر بچه بد هم نیست. سلام. سلام. تو هر روز با اینجا میایی؟ نه از وقتی که تو رو دیدم روزم در همینجا میگذره.
این شهر زیبای شما با من خیلی خوش آمد. عروستی؟ بله. پری میدونی میخواستم تو زیادتر شناسم. چی گویم؟ ما به اینجا یک ماه به استراحت آمدیم. در اویله 4 نفریم. پدرم در پروکراتور گنرالی کار میکند. مادرم خانشین. برادرم جاوید باشد صاحب کار است. و من. سال گذشته چی کار میکردی؟ نپرس. قریب که ما رو به شاور میدادند. بعد چی شد؟ خوش ناومد. با کی؟ با خواستگارها. تو شوخی بکنی. با مادرم. پری تو گوشت نمانگی؟ یگان چی باشد میخورم. سلام علیکم، خوش آمدید. چخیر تمام؟ خوب تشکر. نه علاقه کلیت ماشینتون. کارات بود شد؟ بله رها. شناس شو. این کس پری. پری این کس کمال. من هم یک وقتا در اینجا کار میکردم. خوش؟ چی میخوری؟ با من نه این دویمش. با من چون پیشتره. در اصل تماما شخصی دیگر بوده ای. احتیاط شو. با عاشق نشوی. اینقدر دوست می‌داری؟ تو رو زیادتر. با گمانم که مادرت نگاه دارد. شبی خوش. شبی خوش. بین بنده پوشک رو بشه بیایی جواب خیز پوشت شده رو بیا ها علی چی شو؟
هر دفعه قولی میبرمودی؟ شاو خوب کردم. با فکرم از صبح همین است. تو حتی دروغ گفته هم نمیتوانی. کنی گپ زن؟ و کیست؟ کی استاد؟ خودت خوب میدونی که من چی رو در نظر دارم. بگو که عاشق شده ای. تو به وای گفته ای که او رو دوست میداری. حالا نه. پس چی رو انتظاری؟ راو گپ زن که او رو دوست میداری و دانسته باش عشق به کس نیرو میبخشد. حتما همین روز گپ میزنم. یا پری؟ علی سلام. سلام. وای کی بود؟ اکرم تو چی فکر کردی؟ نه هیچ نه. پری من با تو گپی جدی دارم. میخوام با تو بخورم. مایلش؟ بعد از 3 ساعت در چونچه خراب نزدیک خب کن. مایلش. دایدو لاکی جا خونه مهرو؟ در همین وقت؟ ساعت دیدی؟ کاری مهم داریم. و چه میدونم؟ ها؟ التماس اکا جون من با وعده دادم. یک روز در خونه شنی و بول میشود. التماس اکا جون. شیطانچه اکش خودم با دستم میبرم با دستا گرفتم یورو. فهمیدی؟ فهمیدی؟ رفته های شیطانچه خوبت نبرد؟ اگر 5 دقیقه دیگه دیر میکردی ممکن. میبخشی دیر کردم. خیلی انتظار بودی. پری اگر لازم شود من تو رو 1 عمر منتظر میشوم. از کجا نبودنت رو فهمیدم. ولی چطور به اینجا اومدی نگفتی؟ 7 سال پیش پدرم رو از طرف کار به اینجا گذراندن. ما یک جایه به این شهر کوچیده آمدیم. 2 سال بعدی آمدن پدر و مادرم به صدمه نقلیاتی دچار شدن. پدرم همان روز وفات کرد. مادرم باشد نیم فلج شد. علی میبخشی من نمیدونستم. تو با من گپی مهم داشتی؟ پری من خیلی اکسیوری خوبی. من تو رو دوست می‌دارم.
اینقدر وقت در کجا بودی؟ گفته بودم کو با مهرو میخوریم کاری مهم داشتیم. دروغ نگو. من به مهرو زنگ زدم. مهرو در خانه اشا نبود. برای چی به من دروغ گفتی؟ اوچه چی به شما با من مثل موینده رفتار میکنید؟ مگر من نمیتوانم آزاد باشم؟ با کسی واخورم هم صحبت باشم؟ آخر شما مرا در همین خانه بستنی هستید. به سری من داد نزن. هر کاری که میکنم به فایده تو هست. نمیخواهم که دروغ گفته شب گردی کنی و خدا میداند که با کی. پری در جانم زدید. ایست، من گپم تمام نکردم. میدانم که با کی بودی. من همین خیل گشتن گیرید. باز سر کردی. شرمنده که شدیم انا آن وقت میگوید که باز سر کرده. میمونه همون دختر به حال خود. یک بار دخترتون پرسیده در کجا بود، از کجا آمد، ساعتی چند آمد، یک به ساعت نگاه کرده؟ گفتم که باید دختری به عقل است. او را من تربیه کردم. یک تا با عقل شمایی و یک تای دیگرش دخترتون. زنک 25 سال عمرم خوردی ها؟ حالا من نخوردم، خوردن در پیش. با تو بحث کردن فایده ندارد. خوبی خوش. شرم نداشته باز خوبی خوش میگوید. پدر نشدم مور. علی جان. لبنجه جان. درود بچه. موزیر. بس شد. بس علی جان. بس بچه. مرحمت. خدا رو شکر. خیریت. نامش چی؟ نامی کی؟ از چشم آمد. فهمیدم که عاشق شده ایم. کیست آن خوشبخت؟ راستش رو کن. چی نام دارد؟ اوچه جان من نمیخوام که در باره فکر کنی. عزیزترین کس برای من شمایی مادر جان. چی نام دارد؟ پری. دادش در وقتش اومده. صبحانه تیار. زنک 2 کیلومتر دویدم. مانده شدم. یک شربت ریز. حاضر. انا ملکه خوبانی ما هم از خواب بیدار شد. فراز صبحانه تیار. با دخترتون گپ زنید. صبح خیر اوچه جان. صبح خیر. اینقدر خوش رو شدید؟ صبح خیر. من گپم رو حالا تمام نکردم. پدرت هم میخواهد با تو گپ زنه دخترم. او چی نام دارد؟ شما کی را میگویید؟ دیگر من میدونم. مادرت هم دروغ نمیگوید. دل اوی حس میکند. از چیزی را از ما پنهان میکنیم.
اینقدر خودتون ساده نگیرید. مثل پدر با دخترتون گپ زنید. ای خودت گفتی که گپ زن. من گپ زنم آخر. من پروکورورم یا تو؟ خوش پری گوش میکنم. نامش علی بکسیور است. این گپی دیگر بعضی چیزها رو فهمیدن ممکن. پدر و مادرش چیکارن؟ پدرش وفات کردگی. مادرش باشد به بیماری سخت گرفتار است. کار میکنن؟ حال جای کاری دائمی ندارد. فهمم. خیر من همون میروم. صحبت رو بعد دوام میدهیم. دخترم حتی جای کاری عمیق ندارد. پس او تو رو چه نگاه بین میکند؟ آخر من و پدرت در شرایطی خوب شما رو به وای رساندیم. پدرت شب و روز کار کرد تا اینکه شما صاحب همه چیز شوید. برای چی شما همه چیز رو پول قطعی چین میکنید؟ مگر من نمیتوانم با دوست داشتم باشم؟ یا تو دوست داشتن از کجا میدونی؟ گوش کن دختر، من به تو میگویم تا آن زمانی که در این خانه هستی پولی مکتب، خورد و خوراک، سر و لباست را ما میدهیم. ما جوابگریم. بعد غلط میکنی که همه چیز رو با پول چین میکنند. اگر پول داشته باشی همه در گیردت پرونده شده میگردند. بعد یک بار فکر نکردی شاید او از روی هوا و هوس رو استفاده کنده؟ خدا چی به همه چیز برای شما اینقدر شبهناک است؟ پری ایستو، من گپم رو تمام نکردم. پری در اینجا چی کنی؟ آمدم که بکست رو بینم. زور خیر دورم در بیرون منتظر شم. حاضر من لباس ها رو یاز میکنم میایم. خوب پاپاره اینجا است؟ میخوام با مادرت شناس شوم. جدی میگویی؟ میخوایی با مادر من شناس شوی؟ هم میخوام. خوب رفته؟ سلام آشا جان. سلام باشه. اومدی؟ چخیرین خوبه؟ همین که تو اومدی خوب میشم. شناس شوین پری. السلام. السلام. بیا پری جان. بیا جوشی. بیا شرم ندار. بیا.
عجب دختری زیبا. بیا کن پری جون، بیا بوسم بکن، بیا. الهی خوشبخت شوی. پری رحمت که پیش مادرم رفتی باور کن سرم به آسمان رسید. خیلی خوب شد. عجب زنی مهربان است مادرت. خیر تو پگاه شبت خوش. شبی خوش. کجا بودی دختر؟ از فکر زیاد که یگان بلای نشده باشه دلم به زدن در اومد. خب برای چی مرا عذاب میدی؟ با علی بودم. حالا در خانه هم کو؟ خوب من و پدرت مصلحت کردیم. علی رو دیدنیم؟ نه خود. آچه جان شد و حکیمه. روزی زود روزی پدرت حتما دعوتش کن. مایلش. یه لحظه خاموش. میخوام از تحت دل تبریک کنم استادم دخترم اکی بلو برو. برای شما همه خوشبختی، سلامتی، عمری دراز و خواهانم. تشکر. سلامت باشید. تبریک. سلام علیکم. چی گپ شد؟ اومانی به عقل فراموش کردم به تو گویم که مادرم از تورت الرژی سخت دارد. به من ده به من. سلام علیکم. زود روز مبارک. سلام. تشکر پسرم. بیا درو. شر ندار. بیا. سلام علیکم. و علیکم سلام. مرحبا. شناس شوید. نام این جوان علی. خلاص توی تمام شد. مصلحت کرده که تورت عروسیمونه یک جای میخوریم. خوب مهمانا رفتند. تورت بریدم. نموند که اول من چشم. یک بریده خورده بود که پرتو دختر. انا از همان وقت ما در خانمون نه تورت میخوریم و نه تورت میخریم. علی به تو چی ریزم؟ برای چی او رو دعوت کردید؟ نمیخواهم که عضوی این اویلا باشد. یا از خودشم بیزارم از تورتشم. از حد نگذرم. از چشمش معلوم است که بچه خوب است. من نمیخواهم که دخترم با او یک جای شود. او همیشه در نظر من او باشو بیکس است. تو چکنده. پری خیلی من میروم. نمیشینی؟ مادرم بیمار است. باید نزد او روم. خیلی مالش خوب. علی پاگو میخوریم؟ نمیدونم. شاید. خیلی خوش آمدن مهمون. مرحمت گیرید. کاری کرده که کردی ها زنک.
درباره پری چی نگفتی بچه؟ نمیدونم اوچا. من پری رو دوست میدونم، لیکن مادرش زید است. گپاشو با شوهرش شنیدم، پوری تحقیر. خود نبینند که تو چقدر دلی صاف داری بچه. نه اوچا جان، پاک دلی برای آدمانی سرپر و وظیفه دار هیچ ارزشی نداره. این دنیایی که ما زندگی میکنیم تنها برای آنهاست. دل مانده نشو بچه. رزق تو، برکت تو به همه میرسه. اگر پری در حقیقت را دوست داره هیچی پیش راهش گرفته نمیتونه. بچه آخر تو با اوچه او خانه دار نمیشه کن. سلام علیکم. و علیکم. انتظار نبودم که اینجا میایید. درباره تو و پری گپ زدنی هستم. مایلش مرحمت به خونه میگذاریم. بیایید. مرحمت به خونه گذاریم. رحمت همینجا می ایستم. چی گپ است؟ پری خوب است؟ خوب است. اگر او رو به حالش می گذاشتی باز خوبتر می شد. دیگر از پسش نکرد. اپا میدونید که این چیز امکان ندارد. گوش کن علی، تو و دختری من جفت مناسب بوده نمی توانید. همچون مادر خواهش میکنم او رو به حالش گذار. خیر ما یکدیگر رو دوست میداریم. شما دوست داشتن را از کجا میدونید؟ این همه گذشته میرود بعد یک سال. پری تو را دوست نمیدارد. همه این هوا و هوس بود، گذشته میرود. میبخشی اپا؟ کم باشد باز میدهم. محبت من حقیقی است، فروخته نمی شود. علی تو خودت میدونی که ما از اینجا میرویم. باید رو چنی کرپا درست کن. در رو نشانتیان یا خودتان میابید؟ تو چی فکر میکنی که پری مادری فلجی تو را نگاه و بین میکنن؟ خواب با مادری من نرس. مادرم رو نرس. افسوس که امروز مهمانم هستی. من گپی گفتم رو گفتم علی. پری؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ اومدم که تو رو بینم. همون شب چیزی نگفته رفتی. بزلی مشقتم رفتم نبودی. چی گپ؟ علی مناسبتمون تمام شد؟ نمیدونم پری، بگمونم که سزاواری تو نیستم. چی مجبورت کرد که این خیل میگویی؟ مهری من به تو کم است؟
خانه ما رو بین. زندگی ما همین است. تو از این دایره نیستی پری. تو همه چیز رو داری. ما برای زندگی کردن هر روز جان میکنیم. مادرت راست میگوید. من سزاواری تو نیستم. به فکرم باید به خونه روی. پدر و مادرت خواطر میشن. من میدونم که تو چقدر زندگی داری. برایم فرق ندارد. برای همین من اینجا اومدم. نه پری. آزر این که میگویی بد میخوایی که چی میخواهم؟ بعد پشیمان میشوی که چرا گپی مادرت رو نگرفتی. در سونچک اونقدر به غیرتم نبوده ای. چه خیلی گمون میکردم. الو. من علی. چی؟ کی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گوش کن. از احوال علی خبر داری؟ بله. قریب هر روز رفته از احوالش خبر دارم. خیر هیچ گپ نیست. شاید فردا با دیدار بینیش میروی. خیر. سلام. بابا جان تو خونه درو. علی من نمیدونستم. نفهمیدم. تزیه مرا قبول کن. تو برایش فرزندی عزیز بودی. ما به دوشنبه می رویم. رای سفید. علی گفتم که من نمیدونستم. دیدن نمیخواهم من. رو.
اکو اینجا هر کی سمکی خودش هم برداره نداری؟ هرچی بیارم یگان کس هست؟ سلام بچه جون در خونه یگان کس هست؟ کنی فیروت کنی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. علی پیرمرد شما؟ بله. من احسان المرادوف کارمندی تاجیک سوورتا. مرحمت میگذاریم اکا. تشکر. تعزیه مرا قبول کنید. خداوند مادرتان را روحش را شاد گرداند. من باید قید کنم که مادرتان پیش از وفاتش حیاتش را برای شما سوغورته کرده بود. سوغورته کرده بود؟ موافق قانون ما عهده داریم که برای شما 100,000 تومانی سپاریم. شما می توانید روزی دوشنبه به اداره آمده پولتون را گیرید. مرحمت. در حقیقت گل‌های زیبا داشته. سلامت باشید. یک چای نوشیم اکا جان. تشکر. خوش آمدید. سلامت باشید. احتیاط. استوب. بنده. سلام بچه ها. من اینجا. سلام استاد. اوه سلام علی. ها علی خوش آمدی علی خوش آمدی آفرین. چخیر زندگی ها می شود مایده استاد لبه میخواهم مشق رو سر کنم. خواهش داری؟ بله. فقط وقت رو کمتر باید دادی. میدونم. خیرش گم نه. راو تیار شده بیا. دوام دادیم. آیسته. دروید. اجازت. ها فیروز درو. السلام علیکم استادی عزیز. سلام. شما خوب هستین؟ رخصتی چطور گذشت؟ شکر استاد جان ناز گذشت. امروز زودروز ینگت است. من باید بر وقت روم. یکی از روی خطی تبریک کننده ها خط نزنم. پگاه با میخوریم از سفرت نق میکنیم. زودروز ینگه رو ناز گذرونه.
акай Билол шумоед? имрӯз янгамуло судрӯз дорам дар инҷо. шумо моро намепоед ку? Не ака, як суроғаро ҷустуҷӯ дорам. хостам аз ягон кас пурсам. зодрӯз муборак янгамуло. ташаккур. шабтон хуш. то боздид. саломат. ҷавони хушқаду зебо а? иҷозат мепурсам аз ту ҳам парӣ, дар пеши ин оилаи бузург мехоҳам маро ҳам дар паҳлӯи парӣ ба фарзандӣ қабул кунед. ана ин тӯҳфа. кани ин алмоси тоза. духтарам ина бин, алмоси тоза. дадеш ина бинед, алмоси тоза. вай вай, духтаракам, худо насиб кунад. розӣ ҳастӣ? худо қушапир шавед. дадеш? дада, ман ба шумо нагуфтам. маро паго аз тарафи донишгоҳ барои таҷрибаомӯзии якмоҳа ба хуҷанд равон мекунанд. худаш чӣ гап парӣ? нақшаҳои мо дигар ку? лекин ба ин ҷавон чӣ ҷавоб диҳем? ҳа ё не? оиди ҷавоб бошад, пас аз хуҷанд мегӯям. аз хуҷандам дур неку охӣ. хонамон ҳамон ҷо холӣ. равад. ой, ту овозата гир. хуҷанд дур нест. ба ҳар ош қатиқ нашав. аз бисёр гап задана оғозат гирифтааст. хуҷанд мо медонем дур ё наздик. бас
تو چی میگویی؟ دادا گفتم که جوابش رو بعد از خوجان میگویم. من باید فکر کنم. من و پدرت مصلحت میکنیم. روزی میکنم دادیش. باز گفتنی هم که من با شرافت شما به این وظیفه و مرتبه های بلند رسیدم. بس است. پس از برگشتن پری باز مصلحت میکنیم. مایلش پروازم سر شد. خیلی داده جون. مایلش رو چه جون. خودت احتیاط کن. شما هم. خیلی من رفتم. مایلش من پری رو تو درون گسیل کنم. ولی همین خیلی بود. بله امان بود. اوف. الو سلام. من در خونجام. در قهوه خانه ویسال با مهرو. چی بود؟ مایلش کی بود؟ پیروز. پیروزش کی بود؟ باز یک مجنون دیگر. از کجا اونها رو میابی؟ من نه، اونها ما رو میابند. السلام علیکم. سلام. سلام. پیروز تو در اینجا چی میکنی؟ تو نمیدونی که مجنون همه وقت در جستجوی لیلی است. از کی با من لیلی تو شدم؟ خب نباشد من با شما خلال نمیرسانم. بعدتر میایم. یک جای میشه؟ شما دید همه راستش رو بگویم در این شهری بیگونه تنها نمونی گفته اومدم. این شهری بیگونه نیست کو؟ من در باری تو نیستم کو. اگر شهری خودمونم که باشد. یک بارم در یادت نمیزنم ها؟ کارهایم بسیار بود.
آنا نگاه کنید. آنا به همین جا ضربه سخت رسیده است. چی؟ یگان عاقبت بد دارد؟ شاید به حالت اول برگردد، اما احتمال دارد که خاطره‌اش را فراموش کند. چی؟ او مرا و حتی یار و دوستانش را دیگر نمیشناسد. بدونید در ساحه ما هر معجزه شدنش ممکن. دیگران طرفش دست خداوند است. فکر نمیکردم که تو رو در این حالت میبینم. اینقدر زیبا شده. از کجا فهمیدی که من در اینجا؟ او تمامی تاجیکستان میدوند که تو در اینجایی. درد میکند. تو آمدنی تو درد میکرد. اما حضیر تماما از در مانده است. گویا از نو زنده شده باشم. پری رحمت کی اومدی؟ او مبارز سلام کنی یا آفرین خیلی تو سلام علی جون کجا با؟ سلام علیکم من همینجا یک درویم پیششون حاضر یک دقیقه سلام علیکم دکتر و علیکم السلام. احوال علیش تو بد نه خوب است. لیکن در ساحه ما خیلی واقعا کم روی میده. اصلا ما باور نداشتیم که او زود باهوش میآید. اما دلش بقوا است. ممکن است ما میتونیم رو ببینیم؟ میتواند اما از 2-3 دقیقه زیاد نه. ببر باید استراحت کند. مایلش سلامت باشید. خب سلام باشید. مایلش خیلی بکنیم. وای بچه‌مه علی جان چی بموندید اینقدر لط کنند شمایا ورزش همین باشد دیگر نروید بچه بیچاره قریب میکشتتون یک بار دیگر همین خلط کنید علی جان ادا اپا جان آروم شوید همش خوب میشود خوشحالی خدای رو چه حس میکنی همش خوب آفرین اپا جان گوش کن ما باید اینجا رو زودتر خالی کنیم هوای تازه لازم میباشید دید بچه ها همش خوب میشود زید بشید چه سلامتی شکر چشمون رو میبینم حالش من بسیل کنم میبیم مالش مبارز جان، آنا شوربا هم تیار شد.
انا گیر مانا جانم چی خیل با مزه؟ تو خوردن گیر من بالی جون هم برم بویی به مزه گوش نشدی من شورباچه پختم کنی مزهش رو چش کنی؟ پری تشکر که مرا در این لحظه دشوار تنها نگذاشتی او وظیفه دوستی همین است من گفته بودم که سزاوار تو نیستم تو باید روی پری چی گفتی؟ این همش دروغ است تو نشان دادنی که مرا دوست می‌داری یا می‌خوای رحمدلیت رو با من نشون بدی خب کن بزن Рассказывай, как живешь? Как я тебя давно не видела? О, что, домой? Шамалян. Здравствуйте. Как? А ничего, все нормально. Как с музыкой? Пожалуйста, Все нормально? сейчас сделаем. Давайте что-нибудь такое. چه حالی جان؟ چمپیونی ما چه سلامتی آن هست همش هست خوش آمدید اگه اون خدمت شد ما همینجا سلام تو معقول شد طرف خونه خوشبختی شاید به من تو خوشبختی میورد
یک دقیقه من به بیرون برام. салом бародар. ба фикрам арӯси як одами дигара нигоҳ кардан аз рӯи одоб нест. айкай бо арӯстӣ шуда. ту мехоҳӣ фаҳмидан аз кай боз? جان اشما معذرت میخوایم یه جای انجام نیست خوشمندیم به جای خود بگذارید اینجا مهمان و دامگیری آمدگی هم اگه اشما معذرت میخوایم این صورتی خوش بشون чӣ ба нагуфтӣ ки дигар каса дӯст медорӣ? аҷаб ахмақ манам. курбарин ҳама ин пеши чашмам ман намедидам. ман ба ту бовар кардам. ту ҳоло ҳам аз чашмонат маълум аст ки ӯро дӯст медорӣ. чаро нагуфтӣ? чаро пинҳон кардӣ? гап зан охир. мебахшӣ фирӯз. медонам бояд мегуфтам вале намедонистам чӣ хел. ман мехостам ӯро фаромӯш кунам вале натонистам. ҳамеша ба гапи падару модар мекардам. барои ҳамин розӣ шудам. ман ӯро дӯст медорам. хушбахт бошӣ. апаҷон, ин чӣ? ин ҳамчун миннатдории ман ба шумо. алиҷон ин хел накунед. гирӣ. сулаймон, ту нақс хона. ана ин калиди хонаи мо. хонаро кам кам нигоҳ кунед. хуб? хайр, мо рафтем. худатона эҳтиёт кунед. майл аст. ха меборез. علی علی سلام دخترم. کجا هستی؟ اون مادرت به یادت میزنده؟ سلام اوچه جان. نه شما همیشه در یادم هستید. اوچه جان من به نزد علی اومدم. چی؟ باز همان علی؟ فیروزم همش رو میدوند. او ما رو فهمید. اکنون شما هم ما رو فهمید. اوچه من دیگر خودم فریب کردن نمیتوانم. چی؟ چی گفتی؟ اوچه اگر علی نباشد این زندگی به من لازم نیست. فهمونید شما. دخترم مرا گوش کن. انتخاب تو علی است. ها دادا جان. نباشد دخترم صدای دلت را گوش کن. اگر در دلت در قلبت نام علی باشد ما با مادرت راضی. دادا جان من میدونستم که شما ما رو میفهمید. ولی به هر پستی و بلندی زندگی دچار شدی این انتخاب خودت بود. از ما فقط دعا دخترم. تستر بیا از قفای توی میشویم. شما بهترین پدرید. شما چیکار کردید؟ او چیکار کرده؟ خب این انتخاب خودش است.
دیگر یگان چیز فایده ندارد. فراموش کردی که من هم یک بچه عادی بودم. مادر تو هم راضی نبود. خدا را شکر که زندگی ما بد نیست. همین طور. علی جون، علی در رو کشو. علی های چی بهودا درم میکوبید؟ با من علی جون در کار میبخشید. علی برفت کلفا نمیبینه چی؟ کجا رفت؟ کی میبیاد؟ کارتون چی؟ رفت گفتم رفت ده؟ هجایی بودید شما؟ التیموس خاله جون با من علی در کار. چوربا پاییزش هست از پشتش دوید میرسید. زود به ترمینال های کنید.